تماس‌ها همش شبیه هم بودن. صداهایی از اطراف ویلا، سایه هایی که حرکت می‌کردن، ولی وقتی برمیگشتی نگاه می‌کردی چیزی نبود. ویلا 20 ساله متروک است. آخرین بار خانواده‌ای 4 نفر اونجا زندگی می‌کردن. بعد از یک شب عجیب همه چیز تموم شد. پرونده اون زمان با عجله بسته شد. نه قاتلی معرفی شد، نه دلیل قانع کننده‌ای. فقط یک جمله تو گزارش نهایی نوشته شده بود: حادثه خانوادگی با علت نامشخص. وقتی به محل رسیدم هوا هنوز روشن بود، ولی ویلا حتی تو روز هم حس خوبی نداشت. دیوارهای ترک خورده، پنجره‌هایی که انگار از داخل شکسته شده بودن و سکوتی که زیادی سنگین بود. اولین چیزی که توجهم را جلب کرد قفل در بود. قدیمی، زنگ زده، اما باز نشده با زور. انگار خود ساکنها آخرین بار در رو باز کرده بودن. داخل ویلا بوی نم و گرد و خاک می اومد. هیچ نشونه ای از سرقت نبود. تلویزیون سر جاش، وسایل قیمتی دست نخورده. روی دیوار راهرو ردی شبیه کشیده شدن دست دیده میشد. نه خون خشک شده، نه خراش عادی. چیزی بین این دو. تو سالن اصلی 4 صندلی دور میز غذاخوری بود. 3 تاش مرتب، یکی افتاده. گزارش قدیمی میگفت پدر خانواده کنار میز پیدا شده، مادر نزدیک راه پله و 2 بچه داخل اتاق بالا. اما چیزی که تو گزارش نبود چیزی بود که حالا میدیدم. روی دیوار کنار راه پله یه علامت با ناخن کنده شده بود. نه نقاشی، نه نوشته واضح، فقط یک شکل تکرار شونده. بعدها فهمیدم همین علامت روی پرونده هر کسی که بعد از اون شب سراغ ویلا رفته بود هم دیده میشد. همسایه قدیمی، 3 سال بعد سکته مشکوک. نگهبان سابق ویلا 2 ماه بعد از بازجویی ناپدید. یک خبرنگار محلی که میخواست گزارش بنویسه، پروندهش با عنوان خودکشی بسته شد. همشون قبل از مرگ یا ناپدید شدن فقط یک جمله گفته بودن: اونجا چیزی هست که نباید بیدار میشد. وقتی به اتاق زیر شیروانی رفتم دما فرق داشت. سردتر، ساکت‌تر. تو گوشه اتاق یک جعبه فلزی پیدا کردم. داخلش نوار ضبط صوت قدیمی بود. برچسب روش فقط یک تاریخ داشت: همون شبی که خانواده از بین رفت. و درست همونجا بود که فهمیدم این پرونده فقط درباره یک قتل قدیمی نیست. داره درباره یه چیزیه که 20 ساله منتظر مونده کسی دوباره بهش گوش بده. ضبط صوت هنوز توی دستم بود. خاموشش نکرده بودم. فقط مکث کرده بودم. چون بعضی صداها رو آدم باید قبل از شنیدن برای خودش آماده کنه. دوباره دکمه پخش رو زدم. چند ثانیه خش، بعد صدای نفس کشیدن. نه هراسان، خسته. صدای مردی بود. آروم حرف میزد. انگار نمیخواست کسی جز خودش بشنوه. اگه کسی اینو پیدا کرد، بدون ما قصد رفتن نداشتیم. چند ثانیه سکوت، بعد صدای برخورد چیزی به میز. شاید لیوان، شاید دست. اون از قبل اینجا بود، قبل از ما. صدای زن روی صدا افتاد، پایین تر، بریده بریده. بچه ها رو نباید می آوردیم. نباید می زاشتیم صدا رو بشنون. اینجا صدا برای اولین بار تغییر کرد. نه فریاد، نه دعوا. لحن کسی که دیر فهمیده. صدای کودک، زمزمه وار. یک جمله تکراری: مامان، اون توی دیواره. ضبط صوت ناگهان قطع شد. نه با خاموش شدن، با ضربه. چند لحظه فقط صدای نفس خودم بود و سکوت زیر شیروانی. همون علامت ناخن کنده شده‌ای که پایین دیده بودم اینجا هم بود. بزرگتر، عمیق‌تر. این دیگه نشانه نبود، هشدار بود. پرونده قدیمی رو دوباره مرور کردم. هیچ جا اشاره‌ای به صدا نشده بود. هیچ جا به ضبط صوت. هیچ جا به اینکه بچه‌ها چیزی دیده یا شنیده باشن. یا حذف شده بود یا هیچ وقت نوشته نشده بود. وقتی از ویلا بیرون اومدم هوا تاریک شده بود، اما چیزی تغییر کرده بود. اون سکوت سنگین دیگه فقط سکوت نبود. احساس می‌کردم ویلا بعد از 20 سال بالاخره فهمیده کسی گوش داده و بعضی چیزها بعد از شنیده شدن دیگه راضی به ساکت موندن نیستن. وقتی برگشتم اداره هوا کاملا تاریک شده بود. چراغ‌های راهرو مثل همیشه روشن بودن، اما انگار نورشون به دیوارها نمی‌رسید.
پرونده ویلا هنوز توی ذهنم باز بود. بوی نم، صدای نوار و اون جمله‌ای که ولکن نبود. وارد اتاق رئیس شدم. پرونده رو گذاشتم روی میزش بدون مقدمه. شروع کردم به گفتن چیزهایی که دیده بودم. علامتها، نوار، صداها و اینکه این فقط یک پرونده قدیمی نیست. رئیس حتی اولش نگاهم نکرد، فقط گوش داد. بعد عینکش رو برداشت و با همون صدایی که همیشه، یعنی این بحث قراره تموم بشه، گفت آذرمهر ولش کن. سرش رو بالا آورد. نگاهش خسته بود، نه عصبانی. اون ویلا قدمتش از سن تو هم بیشتره. قبل از اینکه تو به دنیا بیای، قبل از اینکه من این صندلی رو داشته باشم، اونجا یه چیزایی بوده که هیچ وقت سر و تهش در نیامده. پرونده رو هل داد سمتم. جوونی، خودتو درگیر نکن. هر کی پا گذاشته تو اون مسیر یا دیگه همون آدم قبلی نشده یا آینده خوبی نداشته. وقتی از اتاق رئیس بیرون آمدم، قدم‌هایم سنگین بود. سکوت راهرو به طرز عجیبی فضا را پر کرده بود و تنها صدای کفش‌هایم روی سرامیک سرد به گوش می رسید. ذهنم مدام روی یک چیز تکرار می شد. همان صدای عجیب و سایه هایی که گردشگران گزارش داده بودند. هر بار که فکر می کردم به ویلا، تصویری از پنجره های شکسته، دیوارهای ترک خورده و فضای متروکش جلوی چشمم ظاهر می شد. چرا مردم صدا و سایه می شنوند؟ چه چیزی درون آن خانه سالها پنهان مانده است که هنوز حاضر است با کسانی که نزدیک می شوند ارتباط برقرار کند؟ در ذهنم تکرار می شد شاید روحی در آنجا در عذاب است، یا چیزی مرموز و خطرناک که سالها منتظر کسی بود تا رازش را فاش کند. بالاخره آذرمهر طاقت نیاورد. شبانه وقتی همه خواب بودند و سکوت شهر سنگین شده بود، دوباره راهی ویلا شد. مه رقیق و تاریکی شب هر قدم را مرموزتر می کرد و صدای خشخش برگ ها زیر پایش سکوت وهم‌آلود اطراف را می شکست. هر بار که به پنجره های شکسته نگاه می کرد، این حس به سراغش می آمد که چیزی یا کسی پشت شیشه ها ایستاده و او را نگاه می کند. قلبش تند میزد، اما تمرکزش را از دست نمیداد. حس میکرد این ویلا منتظر کسی است که حقیقت پنهان 20 سالش را کشف کند. صداهایی که گاهی نزدیک میشدند و گاهی دور، سایه‌هایی که لحظه‌ای ظاهر و لحظه‌ای ناپدید میشدند، ذهنش را پر از سوال کرده بودند. هر حرکت، هر قدم میتوانست یک سرنخ باشد، یا خطری که منتظر کسی است که جرأت کرده به تاریکی نزدیک شود. آذرمهر آرامتر شد و چند قدم جلوتر رفت. فاصلش با ویلا حالا آنقدر کم بود که بوی نم و چوب پوسیده را حس می کرد. درست همان لحظه صدا قطع شد، اما نه برای همیشه. پچ پچی آرام، مبهم و لرزان از داخل ساختمان می آمد. صدای یک زن و یک مرد. صدا از طبقه بالا بود. آذرمهر نفسش را حبس کرد و دستش ناخودآگاه روی دیوار سرد راه پله کشیده شد. هر پله‌ای که بالا می رفت، چوب زیر پایش ناله می کرد. انگار خانه از حضور او ناراضی بود. به بالای پله ها که رسید، سایه ها شکل گرفتند. 2 نفر، زنی و مردی که کنار پنجره شکسته ایستاده بودند. ناگهان نور چراغ قوه افتاد روی صورتشان. هر دو از جا پریدند. زن با صدای لرزان گفت به خدا ما کاری نمیخواستیم بکنیم. مرد بلافاصله اضافه کرد فقط کنجکاو بودیم. نمیدونم چرا اومدیم اینجا. انگار یه چیزی ما رو کشوند. آذرمهر چند لحظه به آنها خیره ماند. ضربان قلبش هنوز تند بود، اما لحنش را کنترل کرد. آرام اما جدی گفت اوه شما منو ترسوندین. مکث کوتاهی کرد. من کارگاه آذرمهرم. صبح اومده بودم سراغ این پرونده، ولی الان نگاهش به راه پله و تاریکی پشت سرش افتاد. یه چیز دیگه من آورد اینجا، مستقیم از اداره. سکوت سنگینی بین هر 3 نفر افتاد. انگار خود ویلا گوش میداد. خب شما چیزی مشکوک دیدین؟ نه، فقط داشتیم رد می شدیم و با حس کنجکاوی اومدیم اینجا. ویلای جالبی بوده. صاحبینش کجان؟ پرونده راجب چیه؟ هیچی، صاحبانش رفتن، اینجا رو ول کردن. چیز مهمی نیست. پرونده هم راجب سر و صداست که گردشگران گزارش دادن.
بریم دیگه، شما زودتر برگردین، دیر وقته. آن شب پس از آنکه آذرمهر صحبت کوتاهی با زن و مرد داشت، هر سه بدون اتفاق خاصی از ویلا خارج شدند و هر کدام راه خانه خودشان را در پیش گرفتند. سکوت شب دوباره بر اطراف ویلا سایه انداخت. انگار هیچ وقت کسی آنجا نبوده است. روز بعد پس از یک روز طولانی و فرساینده کاری، آذرمهر به خانه برگشت. خسته تر از آن بود که بخواهد به چیزی فکر کند. مستقیم رفت زیر دوش آب گرم. شاید می‌خواست ذهنش را از تصویر آن ویلا، پچ‌پچ‌ها و سایه‌های مبهم خالی کند. اما زیر دوش ناگهان متوجه چیزی غیرعادی شد. ته دلش خالی شد. آرام با قدم‌های مردد از زیر آب کنار رفت و مقابل آینه ایستاد. بخار آینه را با کف دست کنار زد و همان لحظه قلبش فرو ریخت. روی سینه‌اش دقیقاً همان نشانه‌ای بود که شب قبل در اتاق زیر شیروانی ویلا دیده بود. هرچه بیشتر به نشانه روی سینه‌اش نگاه می‌کرد، ترس و اضطرابش دوچندان می‌شد. حالا دیگر مطمئن بود. او وارد بازی شده بود. بازی که قوانینش را نمی‌دانست و معلوم نبود پایانش نجات است یا نابودی. این نشانه می‌توانست تهدیدی برای جانش باشد یا شاید چراغ سبزی بود، علامتی که ویلا می‌خواست با او صحبت کند. با هیچ کس درباره‌اش حرفی نزد، اما ترس و اضطراب شدید آرام آرام در لحن و رفتار آذرمهر رخنه کرده بود. سکوت خانه دیگر آرامش بخش نبود، بیشتر شبیه هشدار بود. انگار چیزی در تاریکی منتظرش بود. آذرمهر حالا مطمئن بود ویلا فقط یک ساختمان متروکه نیست. او انتخاب شده بود.